کامیاب فیض‌الله راننده ماشینی که سببگار مرگ آوازخوان نکروز نیازاف گردید به 3 سال زندان محکوم شد. روز 2 نوامبر در دادگاه ناحیه شاه منصور بر رادیوی آزادی گفتند حکم 3 روز پیش صادر شده و بر پایه ماده 212 کدکس جنایی یا ویران کردن قاعده حرکت در راه که از بی احتیاطی باعث مرگ انسان می شود گناهکار دانسته شد. وکیل کامیاب فیض‌الله برای شرح حکم دستنارس بود، اما پدرش مشرف فیض‌الله رکتور دانشگاه اسلاویانی روز 2 نوامبر در صحبت حضوری به خبرنگاری آزادی گفت ماشینی که صدمه کرد از او بود نه از پسرش و شب حادثه پسرش ماشین را گرفته کجای رفتنی بود. نزدیکان آوازخوان نکروز نیازاف گفتند آنها به جلسه دادگاه نرفتند چون فرزندشان را دیگر برگرداندن نمیتوانند. صدمه‌ای که باعث مرگ آوازخوان نکروز نیازاف گردید شام 21 سپتامبر در نزد طربخانه بام جهان شهر دوشنبه رخ داد و واکنش‌های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. کاربران با نظرداشت آنکه عامل صدمه و مرگ آوازخوان پسری منصبدار تاجیک بود گفتند این هم یکی دیگر از بی‌اعتنایی و از خودرفتگی رانندگان جوان به قاعده‌های راه و احترام دیگران است. اما رکتور دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان در این رابطه گفت از اول تقاضا کردند که همه چیز در دایره قانون بررسی شود. این خیل فلاکت میتواند به سر هر کس بیاید، هیچ کس از این چیزها در امان نیست، گفت مشرف فیض‌الله. مشرف فیض‌الله همچنین به نزدیکان آوازخوان نکروز نیازاف همدردی کرد ولی نگفت که از بالای قرار دادگاه شکایت میبرد یا نه. بار اول نیست که نام فرزندان منصبداران در رابطه با صدمه‌های مرگ‌آور رسانه‌ای می شود، اما مرگ آوازخوان با استعداد و امیدبخش اعتراض 10 نفر را به بار آورده بود.